مطمئنم اینو نمیدونی که حافظه پنهان تلگرام و واتساپ چه حجمی از گوشی شما رو پر کرده و همین باعث میشه گوشی شما کند کار کنه و لگ بندازه. من توی این ویدیو به شما آموزش میدم از شر این قضیه برای همیشه خلاص بشید. وارد صفحه اول تلگرامت که شدی 3 خط سمت چپ رو بزن، تنظیماتو وارد شو، یه ذره صفحه رو بکش بالا، داده و ذخیره سازی رو وارد شو، میزان استفاده هم که بزنی، پاک کردن حافظه پنهان رو بزن، همه حجمت خالی میشه. برنامه ها یا دانلود هایی هم که عقب داشتی خامش میمونه، دوست داشتی دوباره دانلود کن. خب حالا بیا واتساپ، 3 خط سمت چپ رو بزن، تنظیماتم وارد شو، صفحه رو یه ذره بکش بالا، فضای ذخیره سازی دادرم بزن، مدیریت فضا رو که وارد بشی یه ذره صبر کنید تا برنامه آپلود بشه. خب اینجا باز ارسال شده به دفعات زیاده که وارد بشی، این گوشه سمت چپ انتخاب همه است. حالا شما اگه نیاز داشتی بعضی فیلم ها محفوظ بمونه، این تیکو که بزنید میتونی اونایی که لازم داری و برداری. اینجوری حافظه پنهانه جفت برنامه ها پاک میشه، گوشی روون میشه. اگه دوست داشتی و خوشت اومد بده بره. خیلی مخلصی.